که این موضوع رو قبول نداره حقانیت خودش رو قبول نداره. من الگوی رسانه رو قبول نداشته باشی. شما یک خبری رو در عرض چند صد ثانیه از اون برای دنیا میتونید داشته باشی. کسی که این موضوع رو قبول نداره حقانیت خودش رو قبول نداره. چرا که اجازه است این درد رو همه دارن. الان ببینید الان ما در این که بچه‌ها جبهه سیاسی اشتباهی رو میگیرن اینه که ما رسانه‌مون ضعیفه. بچه‌هایی که سن نوجوانا هستن یکم زود باورن. رسانه‌های غربی میان سوء استفاده میکنن با کلیشه سازی، میان اونا رو سمت خودشون میارن. یعنی ما باید رسانه‌مون رو قوی کنیم. یعنی بچه‌ها، نوجوانا همشون درک دارن از سیاست. الان من یه چیزی بگم، یه چیزی که همتون باور میکنید. آیا خاوری 3000 میلیارد تومان پول دزدیده اختلاس کرده؟ همه آقا اینو قبول دارید یا نه؟ تنها باوری که الان قبول دارم اینه که جنبندیه.